صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. تا صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. تا صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. مسجود ملائک که شد آدم به علی شد. مسجود ملائک که شد آدم به علی شد. آدم چو یکی قبله و معبود علی بود. آدم چو یکی قبله و معبود علی بود. تا صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. موسی و اصحاب و ید و بیضا و نبوت در مثل فرعون که بنمود علی بود. تا صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. عیسی به وجود آمد و فی الحال سخن گفت. آن نطق و فصاحت که بدود علی بود. تا صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. جبریل که آمد به بر خالق یکتا در پیش محمد شد و مقصود علی بود. تا صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. آن معنی قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت اسمت و به ستود علی بود. تا صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکن به یک حمله و بگشود علی بود. برکن به یک حمله و بگشود علی بود. تا صورت و پیوند جهان بودنی بود. تا نقش زمین بود و زمان بودنی بود. چندان که در آفاق
از روی یقین بر همه موجود علی بود، از روی یقین بر همه موجود علی بود، از روی یقین بر همه موجود علی بود. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد سخن کفر نه این است، تا اصلی باشد و تابوت علی بود، تا اصلی باشد و تابوت علی بود. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، تا نقش زمین بود